پدرت بی‌ناموسترین مرد است. تو رو ترک کرد باز در وقت بیمار بودنت. تو چنین رفتار میکردی؟ مگر شب و روز در بالای سرش نمی ایستادی؟ او چیکار کرد؟ خودش را با 4 تنگه فروخت. او را دوست ندار فریده، سزاواری تو نیست. شما به من گفتید برادر. به تو گفتم من سزاواری تو نیستم. رو برای خودت یگان آدمی دیگر رو از این جایه. تو دیوانه چی؟ خودت به خودت گپ میزنی. دیوانم از من دیده دیوانه ترش هست. به خانه قهرمان هجوم میکنم، یاسین را از اونجا میبرارم. بگذار این زن باری خنده آخی. ایستو من بگیرم. چی شد؟ چی رو نگاه میکنید؟ هیچ چیز. پدر، من از این پس در اینجا میستم. چی کار کنیم دخترم؟ مادر در همینجاست. اما اینجا خیلی خورد است. آخر یک حجره دارد. اقلا در نزد مکتبمون یگان خانه رو کرا میگرفتی؟ میبینی گامیده، میبینی. کنی بیا رفتیم. شام بخیر. من همسری فریدم. مرحمت گذارید. تو با فکرم امینه هستی. خوش آمدید. مادر در درون است. امینه. جانم دخترم. شرف نیست به خونه درو. گرسنه نیستید یگون چیز آماده کنم؟ نه ما خوردیم. من باید روم. امینه گیر. از یاسین یگون خبر هست؟ آقای عزیز زنگ نزدم؟ نه زنگ نزده است. خیر من رفتم. صبح می آیم. شام بخیر. مادر جان دخترم. ارهان لابای سردارم. همان حساباتی که دیروز آماده کرده بودی به خاطرت هست؟ بله سردارم. آن در کجاست؟ به شما داده بودم. در ماشین و در خانه هم نیست. بالای میز را هم دیدم آنجا هم نیست. بگو شما همراه ما ناومدید کو. با ماشین آقای شرف نشسته، شاید در ماشین او باشد. ای خدا، آخر باید آن حجت ها را صبح روان کنم. اگر خواهید یگان کس رو فرستیم بیارد. نه لازم نیست. من وقتی به خانه رفتنم خودم میگیرم. میلش رفیق کمیسر. بلش به تو براری کار. سلامت باشید. مگر من با اون نوبکر پول میدیم ها؟ پگاه با 100 نازو کرشمه امضایش رو میگیرم. انا بعد یک لغت زده از در پیش میکنم.
برای نبوهد را از خانه پیش کردن وقت میپویم. همین طور چشمانش به خانه کشول برآمده میرود. همش رو حل کردی، رسمیت رو هم به جا آوردی، باز چرا از پس فریده میگردی؟ هیچ نمیفهمم. بله تو این را هیچ نمیفهمی. آخر فریده کار شخصی من است، یعنی میتوانی این را عادت هم گویی. وقتی که او را عذاب میدی هم راحت میکنم. کنی گپ زن تو چرا این سحر ناومدی؟ آخر گفتم که کار برآمد. اما نمیدونم که چرا نوتوب مینمویی. یگو مشکلی نداری آخر؟ چه خیلی مشکلی بوده میتوانم. از افسون خلاص شدیم، شرف در کف دستمان. از این بهتر چی شده میتوانم؟ با خدا من نقشه خوب بکشیدم. تمام اروپا رو میگردم. رحمتی تیمور هم اروپا رو دیدن خواست اما عمرش نرسید. خیر هیچ گپ نه، با جای او من تماشا میکنم. به فکرم در این نقشه ها برای من جای نیست. چی فرق دارد؟ اگر خواهی تو هم بیا. خوبش پیش از توی نقاره ننواز. حالا وقتمان زیاد است. چی شد پسرم؟ فهماندن که بفهمانم، اما با شما چی لازم؟ ای خدا فیلم تماشا میکنم، میآموزم، گوش میکنم. تو تماشا کنی خوب و من تماشا کنم گنده ها؟ مایلش بیاید به شما نشون میدم. این اداره کننده تلویزیون است. این را میدانم. اینجا رو زیر کنید. در میگیرد. در گرفت. این اداره کننده دیویدی است. دیدید؟ لیکن شما اول اینجا رو زیر کنید. دیویدی با کار میدراید. اگر اینجا رو زیر کنید خاموش میکند. فهمه؟ کنی این رو با من ده. تشکر پسرم، تشکر. من پرسیدنی بودم که امینه امشب به خونه می آید؟ پسرم شبی خوش. کنی رو شبی خوش. از دهان من گرد گرفتن میخواست. این رو بینه. آن مرغه که تو کشتی من پر کندم. کنی در کجا بوده؟ خانم افسون کنی بینیم ادوکات تو رو نجا داده میتواند. یا اکا یک مرد اومد از شما رو میپرسد. کی بوده است؟ همدیه هاتون. همدیه هم؟ از دیه بر آمدن مرا 40 سال شده است. کنی جغزن چی میخواه؟ دیه من یک پاره خاکی وطن، دیه من دیه من دیه من، در همان ده من به دنیا آمدم، در همین جا من به دنیا آمدم من به دنیا در همین جا آمدم. ای تو میفهمی این را؟ مگر این را میفهمی؟ تو چه ها میگویی دیوانه؟ در آمدیگه گفتم اکا دستتون را ببوسم. اکا در دیه به من گفتن که درمانی دردی تو تنها اکای قهرمان است و نزدی او را.
تو از کجایی؟ این بنده گنده جمال از ارزروم. یاد ندارم. البته مرا یاد ندارید. از بین چند سال گذشت. بابای رحمتی هم دیوانه دیه بودن. شاید همین خیل به یادتون آیم. اینش معلوم است. خیر از من چی میخواهی؟ برای تو چی کار کنم؟ اکا سرودی مرا برنوار گیرید. رفتی رفتنات صدقه را گشتنات قهرمان رفتی رفتنات صدقه را گشتنات وای جان دوستم تو به جای نادرست آمده ای. راست بستو دیاره. نه اکا جان من به جایی درست آمدم. اکا جایی برای رفتن ندارم. از برای رضای خدا مرا 2 شب میمانداری کنید. پشتم کرد به جای نرم رو بینید. گوش کن یک حجره آماده کنید با رخت خواب ملایم. ماند استراحت کند. در همین جا اکا؟ در همین جا. هرچی گفتم زودتر اجرا کنید. تشکر برادر. با شرافت شما یک شب براحت خواب میکنم. خیر انا خوب رو؟ برایت یک سرودی منتداری خوانم. نه لازم نه. خیر شب خوش. دندانکم در میکند درمان بیارید 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 بیارید. اکا این چی گپ است؟ ابله ها باز شما را در نزد در محافظ گفته ماندیم. رویتان در گور. میدانی و آدم کیست؟ کیست اکا؟ مردی که از قهوه خانهش خراج میگرفت. او اینجا چی کار میکند؟ چی کار میکرد؟ برای گریزاندن یاسین آمده است. اکنون چی کار میکنیم؟ چی کار میکردیم؟ گریزاندن کرد. ماشین رو میشیم نمیبینی؟ تو از کجا آمدی؟ از نزد یک دوگانم اومدم. در بغاش کمی رنگ ریخته است. این طور باشد زود بشوی. خوش شود ایزش میمونم. این مرد باز از کجا بر اومد؟ خیر شرف تو هم بیا. در نزد ماشین نیست. شام بخیر. شام بخیر. هر وقته که شما رو بینیم یکم حادثه رخ میدهد. این دفعه چی شد؟ از یاسین خبر آوردید؟ نه حالا آقای شرف آب بیهوده می رود. مهم نیست. در فکر من خیلی مهم. آقای عزیز کجا می رود؟ چیزی بیهوده سر شود. الان خصوص سخن. این طور باشد زودتر گپتون رو گوید خوب می شود. البته در فکرم شب گذشته در ماشین شما یک چند ورق خورا فراموش کردم. نمیدونم ندیدم. من باوری دارم وقتی که به ماشین سوار شدم همراه هم بودم. ممکن است ماشین را ببینم. زحمت نکشید من خودم میبینم. بایلش در اینجا بوده است. مرحبا. با این رنگ رسیده است. حاضر تازه میکنم. نه لازم نیست.
حاضر استد من با شما زحمت نکشید. به این هم شما رو خوب تشویش دادم. خیر مایدش. بار دیگر تشکر زیاد. شب خوش. شب خوش. هرچی نباشد زود آن رو توزه کن کسی نبینه. این تیریزه ها رو هم محکم کردن لازم است. مادر جان من سرم رو شستنی بودم با فکرم آبیگر نیست. من حاضر گرم استد لازم نیست. در نزد مکتبمون یک کشونه حسن است. صبح آنجا در آمدم مویم رو شسته آرام میدهم. چی لازم است دخترم؟ حاضر در همینجا بشوی. چی باید مویت رو آرو داده به مکتب روی؟ مادر شما مکتبی ما رو ندیده اید. اگر همسیفانم رو بینید مثل لختکند. دخترم جانکم مگر آنها برای خوندن نمی روند؟ اما تو دیگری دخترم. ما تو رو دیگر خیلی تربیه کردیم. مایلش مادر جان خوابم اومده. لباسیم رو میدهید؟ مایلش دخترم. ای خدا با این چه ریخته است؟ با فکرم در باغ جیموشین چیزی ریخته است. از همانجا گذشته است. به خانه که رفتم فاطمه شسته میدهد. به هیچ کجا نمی روی امینه. از این پس جای تو در بری من است. مادر به احوال این خانه نگاه کنید. مگر در اینجا زندگی کردن ممکن است؟ وقتی که انسان با نزدیکانش است چشمانش این خیل چیزها را نمی بیند. مادر جان مگر من چنین گفتم از برای خود و التماس چهره‌تان را کشید. مایلش کنی اکنون لباست رو عوض کرده خواب رو دخترم. با اینها چه شده باشد نمیدانم.
یا نکم بس کن التماس بس تمام آروم شو من رفتم آروم جواب ده آخی مرا نترسان حالا هم گپ زدم یکشینی کما یاسین مگر از کمال میگریزند در آخر تو را یافتم و تو چی خوراندند که اینقدر وزنین شدی؟ تو اینقدر وزنین نبودی آخیر یاسین دوستم کمی تو هم کمک کن آخیر یاسین تو هم بدن یاریده خودو میارم بشکند خیر من شرکم این ضرم ندارد یاسین بین امک کمالت تو رو نجات داد یاسین یاسین جان من با تو یاسین یاسین بیچارم دوستدارانت خیلی زیاد بودند از صبح باز نزد درمان پر از آدم شد تو را جواب میدیم فکر نکن که از کسی ترسیده ایم تنها به خاطر مادرت معلوم است که آن زن بسیار عذاب کشیده است روزهای سخت را از سر گذرانده است این توی قهرمان
تو خودت را با یک کودک برابر کردی. پسرم و تو چی ضرر رسون که او را دوست دیدی؟ اگر یکون گپ داشته باشی به من بگو. اکنون همش به آخر رسید. شما مرا جواب میدید که قهرمان؟ جواب میدیم. اول قرضمون رو محکم کنیم، همین طور نه؟ کنگیر اینها چیستند؟ سندهایند. در بالایشان تاریخ روز نوشته شده است. روزش که رسید پرداخت میکنیم. اگر گویی که نه من پرداخت نمیکنم، باور کن تو را هم پدرو هم مادرت را 7 پشتت را نصف میکنم. فراموش نکن. کاری کرده این پولها رو مییابم. همش رو تا آخرین دیرمش به شما میسپرم. این طور باشد امضا کن، بعد دفع شو. پسرم این چه حوال است؟ آنها با تو چی کار کردن؟ وعده میدیم مادر، تمام شد، همهش تمام شد. بیا خیز آیسته خانم افسون به نزدتان ادوکت اومد. مالش با مهمون خونه دراید. با اجازت. پسرم تو هم رواخیر کنی فهم چی گپ است؟ مگر شوهرش نیستی؟ مرا به حالم گذارید. شرط مرا آماده کردید؟ بله 1 دقیقه. مرحمت بینید، شاید شما هم به شرطنامه چیزی علاوه کردن میخواهید. چی خیل شرطنامه؟ افسون من از تو پرسیدم. شرطنامه اویلا دار شوی؟ چی؟ مرا ببخش، اما با این کار مجبورم. پیش از اویلا دار شدنم اینها رو تخمین نمیکردم. یک بار پسرت برآمد، همسرت برآمد، مجبورم که خودم رو در کفالت گیرم. چرا در کفالت میگیری؟ خودت راست که محافظت میکنی. هممون انسانیم و خطا کرده میتوانیم. یعنی پگاه یا فردا اگر تو به نزد همسری پیشنهاد برگردی من چیکار میکنم؟ مال ملکم رو به شما صرف کرده میگردم. مگر من همین خیلی انسانی پستم؟ اگر پس نباشی امضا میکنی. انا بین در اینجا نوشته شده است که در حالت از من جدا شدنت هیچ چیز طلب نمیکنی. اگر نیت جدا شدن نداشته باشی نوترسیده امضا میکنی. البته ندارم. مرا با همین امتحان میکنی. اگر اکنون به عشقم باور کردی؟ این رو گرفته زود عمل کنید. خوب شده است خانم. چی شد؟ چرا باید عمل کنید؟ با شما دخل ندارد. مشکلی عائلوی بین من و زنم است. خانم نبوهد تلفنی آقای شرف زنگ میزند. کی باشد؟
ها امینه چی میگویی؟ بیبی اکام اومد. آخر او را دزدیده بودند. حالا نمیدونیم. احوالش خوب نیست، برای همین چیزی نمیگوید. آن همین طور است. هرچی نگوید دروغ است. تو همین قدر به پدرت زنگ نزن. به من گوش کن. به مادرت گوی که فرزندانش را صاحبی کند. چی شد دخترم؟ بیبیت چی گفت؟ پدرت حاضر می آید؟ پدرم در خانه نیستند. بیبیم به او خبر می دهند. اهمیت ندهید مادر جان، اهمیت ندهید. ما زنگ زدیم، اون طرفش کاری خودشون است. این چی خیلی گپ است پسرم؟ چرا ما و خودشون میگویی؟ خودشون گفته کی رو در نظر داری؟ یاسین، تو به مادرت حاضر جوابی نکن و به سوالهای من جواب ده. قهرمان گفت که بین شما مسئله قرضی وجود داشته است. آن کدام مسئله است؟ ما اون حساب را محکم کردیم، دیگر قرض پرز نمانده است. همینطور محکم کردید؟ این آدم ها حسابشان را با آسانی محکم نمی کنند. اگر یگان چیز را دانی بگو به تو کمک کنیم. نه دیگر قرض نیست. اگر می بود می گفتم. خیر میلش، مادام که اینطور میگویی، اما باز هم کمی فکر کن. خانم فریده، به من اجازت. اگر کمک ما لازم شود حتما زنگ زنید. تشکر زیاد آقای عزیز. من شما رو بسید. مادر. خانم فریده. خوبم. کمی سرم چرخ زد. شاید فشارتون پس شده است. دیروز وقتی از بیمارخانه برآمدنمون دکتر گفت که پگاه بیایید، اما نرفتیم. داروها رو هم نگرفتیم. میرویم دخترم، به هیچ کجا نمیگریزد. اول اکاد صحت شود. من خوبم مادر جان. شما روید خودتون رو طبابت کنید. خانم فریده، سلامتی کاری بازی نیست. آخر شما صحت باشید فرزندانتان هم صحت میشوند. میدانید؟ وای من از نزد بیمارخانه میگذرم. اگر خواهید شما را هم برم. روید مادر جان. شما باید صحت باشید. اگر ما را دوست دارید روید. اما تو آمدنی من از جایگاه نمیخیزی میلش. شما خاطر نشوید پای فریده، من با او میمونم. بیاید میرویم. مرحبت. یک انگشترین یافتم. به فکرم شما این را افتاندید. تشکر به شما، من هم این را میکافتم. تشکر. خوش آمدید پدر. یاسین در کجاست؟ در درون است. در کدام چاه جهنم بودی تو؟ تو سری مرا به بالا گرفتار میکنی. چی درد داری؟ دردی من شمایید. شما چیکار میکنید؟ مادر در کجاست؟ به بیمارخانه رفتند. کاری شما رو بیگانه ها میکنند. کمی پیش کمیسر عزیز مادرم رو به بیمارخانه برد. با مادرتون یگان چیز گفتید؟ نه بالا نگفته. اما میگویی چطور او رو ترک کردنتون، چطور در کوچه بیمارخانه پرتافتنتون همش رو نقل میکنید. دروغ است. من او را نگاه بین کردم. البته، ولی با پول همسرتون. پس مرا قاتل فرزند کردن میخواهی؟ آسیه پدر زنید. من دیگر درد رو حس نمیکنم. از این هم زیادتر دردی نیست. که باز نکنید، سر دهید او را. دیگر از پیش من نبرم. اگر موری هم از پسد نمیروم. از تو برای فرزند داشتن نداشتن بهتر است. یک طرف ایست. پدر ایستید. با کجا میرید؟ ایست. ما رود. من و تو به پدر احتیاج داریم، ولی به چنین پدر نه. خانم فریده، اگر خواهید مرحمت شنید.
نه احوال خانم کمی وزین است. زودتر قبول میکردید. یک لحظه صبر کنید جناب. به فکرم این خانم سغورته ندارد. چطور؟ آخر من از طرف شوهرم سغورته گرفته بودم. به فکرم خطایی گذشته است. خیر این دفعه معاینه پولکی را گذارید چی؟ هیچ خطایی نیست جناب. از سبب اون که از شوهرشون جدا شدن سغورتهشون بکار کرده شد. چه خیلی جدا شدن؟ من شوهر دارم. 18 سال باز اویله دارم. به فکرم شما خطا کردید. خانم من اون طرفشون نمیدونم. اگر خواهید به شعبه عقد نکاح مراجعت کنید. پدر با شما چی شد؟ این چی احوال است؟ شب کجا بوده؟ اهمیت نده. ستاره ها را شماریدم. خیلی ستاره های زیاد بوده است. خدا به هیچ کس نشان ندهد. پدر شما رو کی زد؟ این گپ ها را ماند. فریده در درون. از یاسین چه خبر؟ یاسین در خانه است. چهل در درون. صبح خودش آمد. کنی بینم چطور آمده باشد. یاسین اکی کمال با شما چی شد؟ هیچ گپ نه. مشت را من خوردم اما تو نجات یافتی. شما برای نجات دادن یاسین رفتید؟ تو چی فکر کردی؟ به مکان قهرمان هجوم کردم. یاسین را جواب دید. گفتم ما خطا کردیم تو خطا نکن. گفتن گریه کردم و شما رو گریه کنان زدند همین طور؟ تو یک بار رفته احوال آنها رو بین. از این دولت رفتن میخواهند. برای همین یاسین را جواب دادند. دخترم تو مرا چما کردی؟ من را یک ده دکته تشکر زیاد آقای عزیز. هیچ گپ نه خانم فریده. شما زیغ نشوید. حتما یگان سببی دارد. دارد البته. دارد آقای عزیز. روز بخیر. البته دارد. برای چنین کارا کردن آدم باید دلی بزرگی داشته باشد. Hiç almıyor bunlar nasıl oldu, yalan mı yeşerdi, yeminler mi soldu, bir soldu. Kalbim unut gitsin geçmiş acıları, alev alev yanıp küle döndü yağmurlar, hep ağladı. Alev alev yanıp küle döndü yağmurlar, hep ağladı. Kaç yarın dünlere döndü, ufukta kaç güneş söndü, yüreğim kaç isyan gömdü, seni hep bekledim anne. Kaç yarın dünlere döndü, ufukta kaç güneş söndü, yüreğim kaç isyan gömdü, seni
یاسین ماند مادر جان، خودم میخورم. مایلش پسرم. امینه یک دقیقه با من بیا. چی شد؟ بیا دخترم بیا. امینه این رو از جزدانت یافتم. نمیگویی این چی است؟ عکس است مادر جان. بگوی که این زن در نزد شما چی کار میکند؟ مادر، پدرم و اپای افسون. میدونم امینه، پدرت راننده‌اش است. 40 مرتبه گفتی فهمیدم، دیگر چیزی گفتن نمیخواهی. مگر آدم با راننده‌اش عکس میگیرد غیر از این چنین نزدیک؟ مادر جان، اون روز زاد روزی من بود. اپای افسون تورتی کلون گرفته اومدند، سرپریز کردند. این زن شوهر دارد یا نه؟ بله دارد، حتی یک پسر اوگای هم دارد. فهمو، رفته درست رو تیار کن. اکا، مادرم سوال دادن رو سر کردن، از پدرم شبه میکنند. چی شد یک بار این خیل؟ از جزدانم عکسمون رو یافتم. چه خیل عکس امینه؟ اپای افسون، من، پدرم. تو عقلت رو خورده ای امینه؟ عکس افسون در جزدان تو چیکار میکند؟ من نگذاشتم، نمیدونم از کجا پیدا شد. یگان جایی نفهمایش نیست امینه. انیق افسون گذاشته است. پدرم اوله دارشنشو نگفت کو. مادرم فهمن گفته این کارو کرده است. وقتی چیزهایم رو جمع میکردم با اجرام در اومده بود. انا دیدی؟ اما اپای افسونی خیلی. تو اینقدر افسون گفته گپ رو زیاد نکن. امینه، من به نگاه های آن زن اهمیت دادم. او مار است، مار. امروز از حجره‌اش نبرآمد. آرایشگر به خانه آمد. یک پاکت رفت، یک تای دیگرش آمد. من هیچ چیز رو نفهمیدم. شاید غمش رو برطرف میکند. کاش من هم برطرف میکردم. امروز ادوکات برای چی اومده بود؟ برای هیچ چیز. چل هیچ چیز. تو از من چیزی رو پنهان میکنی. به خدا اگر پنهانی کار کنی شیرم رو نمیبخشم، فهمیدمان؟ چیزی مهم نیست. افسون شرطنامه آماده کرده است. برای کی؟ برای من. شرطنامه عائله داری. چی میخواست است؟ اگر از او جدا شوم هیچ چیز طلب نمیکنم. خیر، تو چیکار کردی؟ امضا کردم. امضا کردی؟ چرا امضا کردی؟ چی علاقه دارد امضایم را ماندم؟ پسرم چرا این کار کردی؟ چرا این طور میگویید؟ من افسون را دوست میدارم و نیتی از او جدا شدن ندارم. خیلی زیبا شده ای. تشکر. خوراکی مرا گیرید، من به طرف خانه میروم. چرا؟ خودت تنها؟ بله، خودم تنها. من به این هم چند سال باز زنی تنهایم. اما تو زن داری، پسر داری، یا آنها دویده می آیند یا تو میروی. برای همین خودت رو ناراحت نکن با اشتهای تو. انا فهمیدی پسره که ساده بی عقلم. تو از او جدا نمیشوی اما او از تو جدا میشود. آمادگی دیده ایستاده است. با من بگویید آقای کمال،
از برای خدا بگویید که مگر من به او حسد میبرم؟ با چیش حسد میبری فریده؟ مگر او را ندیده یک زنی بیرنگ و روی است؟ او خیلی زنی زیبا است. انسان را باید درونش زیبا باشد. شما او را میشناسید؟ نه، در آمدی گپ گفتم. آخر این خیلی چیزها را از کجا فکر کرده برآوردی؟ به شما یک چیز میگویم، اما التماس یاسین نفهمد. من امروز به بیمارخانه رفتم. خیلی؟ اما به نزد دکتر ندر آمدم. نوبت دور و دراز بوده. من هم هر دفعه رفته ندر آمده می آیم. سیاد می شوم. نه، برای این نه. سقورت ایمان قطع شده بوده است، چون که شرف از من جدا شده است. ما از هم جدا شده ایم آقای کمال. با من همین طور گفتم. فریده شاید خطا کردند. هم همین طور میگویند. میخواهم رفته گفت و گپ کنم، اما از آدمون شرم میدارم. از شرف پرسم میگویم، باز خطا نباشد گفتم میترسم. اگر از فرزندانم پرسم عصبی میشوند. من چی کار کردنم را نمیدونم آقای کمال. التماس به من یکون مصلحت دهید. از دلت پرس فریده، شرف مگر به چنین کار قادر هستند؟ اما آخر من باید فهمم. حتی نمیدونم که گپ را از چی سر کنم. خدایا با من کمک کن. الو. روز بخیر. من میتوانم با شوهر خانم افسون صحبت کنم؟ آن کس در خانه نیستند. برآمدند. کی میپرسد؟ من میخواستم که تنها با خودشان صحبت کنم. شما با من رقم تلفنشان را داده میتوانید یا اینکه یکون رقمی که اون کس را یافته توانم؟ مرا ببخشید خانم، این کارو کرده نمیتوانم. اگر یکون گپ داشته باشید به اون کس میرسونم. الو خانم، مرا بشنوید. من تنها با خودشان صحبت کردن میخواستم. مایلش بگوید شما کیستید؟ الو، کجا شده؟
یک زن میخواهد که با شوهر شما آقای شرف صحبت کند. رقم تلفنش برآمد؟ بله برآمد. رقم خانگی. مالش تو را. گوش میکنم. الو. فاطمه گوش میکنم خانم. به همون زنی نو زنگ زده بگو با خانم افسوس صحبت کردن ساعتی 2 شما رو در نزد ساحل انتظار است. عیناً همین رو به شرف هم بگویی. خوب شد از خانم. فریده کمی صحبت کنیم. صحبت میکنیم. من دیروز هم آمدم اما تو در بیمارخانه بودی. بله برای گرفتن داروهایم رفته بودم. قریب یاسین را بغی میکردم. تو میگویی که حالا هم او کودک است. با اینجا برای از فرزندت شکایت کردن آمدی؟ با تو چی شد شرف؟ گویا درباره فرزند خودت نه فرزند بیگانه سخن میرانده باشی. آخر روی پسری توست. من از شمی فرزند بیزارم. تو چی ها میگویی؟ مگر انسان فرزند خودش را دعای بد میکند؟ آن دعای بد باز برگشت از گریبان خودت میدارد. اگر با او چیزی شود باز دل خودت میسوزد شرف. تو از هیچ چیز خبر نداری. با مرور زمان سخنهای ما را خوب میفهمی. چنان گپ میزنی که گویا دیگر هیچ گاه وام نمیخورده باشیم. شرف چرا از من اینقدر دوری میجویی؟ چرا از من و فرزندانت خودت را دور میکنی شرف؟ یگون گپی مهم داری که با اینجا آمدی. بله البته دارم. خیلی چیزها رخ داد. اما من باز خوبتر شدن تو رو انتظارم. فریده من از تو لبای کاش من از تو جدا شدم نگوید.
خدایا به من قوت ده. چی نامش رو نگفت؟ یگان چیز دیگر نگفت؟ مایلش فاطمه تشکر. بالا سند این زن کیست؟ باز یک بالا یا اینکه او پینا رو میشناسد. این دفعه محو میشوم. فریده من باید زود بروم. خیلی مهم است. آخر گپ دارم گفتی. میدانم دیرتر صحبت میکنیم. مایلش اینها کجا شدن؟ زودتر بیایید آخر نمایش آغاز شود. آقای شرف آمد. نمایش آغاز شد. شرف در اینجا چیکار میکنی؟ چی حال داری جانم؟ ماشینت رو دیده من هم ایستادم. چی شد؟ از دیدنی من خرسند نشدی؟ تو در اینجا چیکار میکنی؟ به هوای تازه برآمدم. این طور باشد بیا کمی سیر و گشت کنیم.